امروز پدر و مادر یک ماه فقط متریال، فقط جیل و پوستک به همون عروس میخرد. یک ماه کامل بود نمیکند. یک ماه کامل. حاضر باز حسابی بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنن و به خانه شهر روان میکنن. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزیون، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند. لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلیم تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کاسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کاسیت گفت زن منو طلاق دادیم. میگوید فلان کاسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا و کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر یک ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است، دخترها باید اینا یاد گیرند. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همینا به خانه علی میبریم. گفتند میلش چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختر پیغمبر خدا فاطمه دهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش خشبش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتند. یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیاب میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید. کدام این به زبانش قرآن میخواند؟ کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما میشود.
بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن خصوص را گیرند، دعای شوهر را گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید تا که شما در نزد همسایه. عبارت حضرت زبیر میگد نماز میخواند و ناگاه از فرش خانه میگد یک مار بر زمین افتی و فرزند زبیر میگد در پهلوش خواب بود، آمد میگد در همون میان کودک پیچید. مادرش زن زبیر میگد دوید فرزند را از این ماری قتال خالی گردانید. داد و فریاد زدن همگی فرزندها. حضرت زبیر میگد وقتی که سلام داد و طرفی میگد همون عائله‌اش گفت در حالت نماز چه غوغای در پهلوی من بود. عائله‌اش گفت خدا تو را رحمت کند، قریب بود که یک مار گفت فرزندی تو را به هلاکت برساند، تو در حالت نماز آیا ندیدی؟ گفت خدا تو را رحمت کند، وقتی من در نماز داخل می شوم ای مادر فرزندی من در حالت خود نیستم دیگر. نماز وقتی من حالت من، حش من، خاطر من طرف فرزند شود، طرف آواز شما شود، پس این چگونه بین خدا و بین بنده راز